يا زهور الروض ميلي، أسمعي ليلي نشيدي، واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه می‌فرمایند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما را به انجام 7 کار امر فرمود و از انجام 7 کار دیگر منع کرد. آنچه به آن امر کرد اینهایند: یکم، از پس جنازه رفتن، یعنی شرکت کردن در نماز جنازه و یاری دادن در حمل و نقل تابوت تا به قبرستان و غیره. دوم، عیادت مریض، یعنی خبرگیری بیمار و احوال پرسی از او. سوم، قبول دعوت، یعنی دعوت به سوی طعام، به شرطی که در آنجا هیچ کار خلاف شرعی نباشد. چهارم، کمک و یاری مظلوم، یعنی با گفتار و کردار ظلم را از سر مظلوم برطرف کردن. پنجم، پاسخ دادن به سلام. ششم، جواب عطسه، یعنی عطسه زننده اگر الحمدلله گوید در جوابش یرحمک الله گفتن. هفتم، وفا کردن به عهد و پیمان. و کارهایی که از آنها منع کرد اینهایند: یکم، استفاده از ظرفهای نقرگین. دوم، انگشتر طلا. سوم، استفاده از زین و پالانی که از ابریشم ساخته شده باشد. چهارم، استفاده از لباس ابریشمی. پنجم، استفاده از دیباج. ششم، استفاده از قصی. هفتم، استفاده از استبرق. حدیث متفق علیه. ابریشم ماده است که کرم ابریشم از درون خود به شکل رشته بسیار باریک می برآورد و با آن لانه تخم شکل برای خود می سازد که پیله نامیده می شود. پیله ها را با وسیله آب گرم نرم می کنند و با اسباب مخصوص آن را می ریسند و از آن لباس های ابریشمی می بافند. دیباج، قصی و استبرق اینها یک نوع لباس هستند که در آن یا در دوخت یا در بعضی اجزای آن ابریشم استفاده شده است. چهارم چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آن منع کرده اند، یعنی استفاده از لباس ابریشمی، این 3 نوع لباس را شامل است، ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خصوصی نام گرفته استفاده از این 3 نوع لباس را منع کردند تا در دل کسی وهمی نآید که شاید این 3 نوع لباس که کلاً از ابریشم نیستند استفاده از آن درست باشد، بلکه هر نوع لباسی که جزئی از آن ابریشم باشد یا با ابریشم بافته شده باشد فرقی ندارد. چطوری که از حدیثی که ابو داود روایت میکند ابریشم و طلا برای مردهای این امت حرام هستند. مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أوما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا